یه چیزی تو روانشناسی هست بهش میگن اثر اسب وحشی. میگه اسبای وحشی تو ساوانای آفریقا وقتی خفاش نیششون میزنه وحشت میکنن و شروع میکنن به دویدن. بی وقفه دویدن، اونقدر میدون که از خستگی از پا در میان، چون فکر میکنن یه حمله بزرگ شده. ولی واقعیت اینه که خفاش فقط یک کمی خون مکیده، اونقدر کم که اصلا آسیبی نمیزنه. چیزی که نابودشون میکنه واکنش خودشونه، واکنش خودشون به نیش خفاش. زندگی فقط 10% اتفاقیه که میفته و 90% واکنشی هست که تو نشون میدی. همیشه عامل بیرونی تهدیدت نمیکنه، بیشتر وقتا این احساسات خودته که اذیتت میکنه. نذار شلوغی و هرج و مرج دور و برت بیاد، نذار ذهنتو غرق کنه. تمرکزتو حفظ کن، کنترل و دست خودت بگیر و بالاتر از هر چیز بایست.